درود بر دوستان. در حالت تاداسانا قرار میگیریم. دست رو باز میکنید، دست رو از دو طرف، ستون فرار کاملا کشیده و بازدم، دوباره دم و بازدم، دم. دستتون که بالا رسید حبس دم کنید و بازدم. دور آخر بازدم، به پهلو میپیچید و تو این حالت نفستون جاری باشه. میایم وسط، نفستون جاری، دوباره دم میگیریم، به پهلوی بعدی میپیچید و نگه میدارید نفستون جاری میشه. پاتون به اندازه 2 برابر عرض شانه باز میکنید، دست رو به طرفین تریکوناسانا به پهلو میرید. آروم بلند میشین، سمت دیگه از بدن رو انجام میدین. آگاه میشین کل بدنتون. اگر مشکل گردن نداری میتونی به دستات نگاه کنی و آگاهی تو ببری کل بدن. آروم بلند میشی. این دفعه یه پا زاویه 90 درجه، پای بعدی شستتو میذاری، پاشنه پاتو میاری بیرون و پا ریویرتا تریکون آسان رو انجام میدی. مثلث پیچ. آروم بلند میشی، ویرابادراسانا قرار میگیری، جنگجو بهش میگن. بعد سمت دیگه ای از بدن رو اجرا میکنی تمرینو. مثلث پیچ هست. افرادی که فشار خون بالایی داره نیاز نیست به دستاش نگاه کنه، میتونه به روبرو نگاه کنه. آروم برمیگردیم، بعد دوباره به حالت ویرابادراسانا 1 جنگجو قرار بگیریم. دوباره سر متتون قرار بگیرید، به حالت اوتکات صندلی قرار میگیرید. اوتانه B، اوتانه A. دستاتون رو میذارین زمین، به حالت سوارکار میرین. خطکش میریم روی مار کبرا. بعد آدوموکوآشاناسانا. پنجه پاشنه میکنیم که خشکی پاتون رو از بین میبره. یه پاتون رو باز میذارید و میایین روی سوارکار. خدا حفظش کنه آرل خانومو که آدمو از مت میندازه زمین. بعد میایین روی
اوتان و دوباره دست‌ها به سمت بالا به حالت نیایش قرار میدید و دوباره تکرار همین تمرین به حالت اوتکات. نفستون جاری، دم میایین پایین، توی اوتان ای قرار میگیرید. دوباره با سمت دیگه از پاتون رو سوارکار انجام میدید. روی خطکش میرین چاترانگا، بوجانگ آسانا، آدو مکوآشوان آسانا، پا رو باز میکنی، از زانو خم میکنی، میایی روی سوارکار. اوتان A، اوتان B و آروم عقب و دست